برادرم و خواهر عزیزم، ماه رحمت به نزد تو آمد، ماه مغفرت در پیش رو بروی تو است، ماه آزادی از آتش دوزخ که هر شبش الله در هر یک شب ماه رمضان عتقاء من النار می کند، یعنی یک گروه را از آتش دوزخ دور می کند، در رو بروی تو است. چلی که حدیث صحیح را ما به شما بیان می کنیم که هر شب در شبهای ماه مبارک رمضان الله رب العزت و الجلال یک گروه انسانها را از آتش دوزخ دور خواهد کرد. انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول اکرم در فضیلت ماه مبارک رمضان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت می کنند. قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا المحروم. وقتی که ماه مبارک رمضان در آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همه صحابگان گفتند البته این شهری که داخل شد، در این شهر یک شبی هست که این شب بهتر از 1000 شب است. هر کسی که از این شب که لیلة القدر است محروم میماند، پس بداند که از همه خیری روی دنیا محروم مانده است. ولا يحرم خيرها الا المحروم، از خیر این شب لیلة القدر محروم نمی شود مگرم کسی که خودش را محروم کرده باشد.